و در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه وسلم میگویند قسم به آنه که جان من در دست اوست، اگر شما آن چیزی که من دیدم میدیدید خیلی کم خنده میکردید و زیاد گریه میکردید. و گفته میشود چرا، تو چی دیدی ای پیامبر الله؟ پیامبر میگویند من جنت را دیدم و دوزخ را دیدم. یعنی آنه که جنت را میبیند من چگونه به آن داخل شوم. گویان اینقدر از پی خنده و مزاح و بازی نمی شود، از پی عمل می شود. آنه که دوزخ را دید دیگر از ترس اینکه به آن داخل نشود همیشه به پروردگار گریه و زاری و خواری میکند که پروردگار مرا از جمله آن نکن. و این دلیل ها به چه هستند؟ به اینکه جنت الان وجود دارد و این چنین برای اینکه الان جنت هست پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در مسند امام احمد است خطا نکنم که میگویند ارواح مؤمنان یعنی در شرح این حدیث بعضی علما میگن ارواح بعضی مؤمنان داخل پرنده می شود و آن پرنده در درخت های جنت پرواز کرده می گردد تا اینکه روز قیامت شود و آن ارواح به جسم خودش برگردد. و اینجا خواهرانی عزیز حدیث دیگر هست که در صحیح مسلم است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند وقتی که الله جنت و دوزخ را آفرید به جبرائیل گفت که به جنت رو و ببین آنجا را، نگاه کن و ببین که من چی چیزهای برای اهل جنت آماده کردم. و جبرائیل می روند و نگاه می کنند و می بینند که چی نعمتهای الله برای اهل جنت آفریده است. سپس بر می گردند و می گویند و عزتک لا یسمع بها احد الا دخلها، قسم به عزتت کسی اگر درباره همین جنت بشنود، نعمتهای جنت را بداند، فقط عمل میکند تا که داخل جنت شود. یعنی آنهایی که این جنتی که تو فریدی برایشان اگر دیدن یا شنیدن، فکر و ذکر و آرزویشان فقط همین جنت میشود که من چگونه به این داخل شوم. مثل اینکه چیزی رو میبینید از حد دوستش میدارید و حاضر هستید کل دنیا رو بدهید و آن رو به دست آورید. جنت این گونه است. فقط که همیشه میگویم و باز هم میگویم مشکلی امروزه ما گویا که جنت نیست. مویان از دین برای به جنت در آمدن اینقدر کفت و کف نمی کنیم. از دین برای آبادی دنیایمون فکر زیاد میکنیم. فرزندمون رو حافظ میکنیم تا که در دنیا آبرودار شویم. میخوایم فرزندمون اهل نماز باشن تا که میدونیم نماز خوان به پدر و مادر ضرر نمیکند. یعنی از دین زیاد چیزها رو استفاده میکنیم یا گفتیم دین رو برای دنیا زیادتر استفاده میکنیم، در حالی که دین برای هدف در دین بودن و در اسلام زندگی کردن باید اولا آخرت باشد، بعداً دنیا باشد. و جبرائیل چی میگویند؟ قسم به عزتت پروردگار کسی درباره جنت بشنود دیگر او همیشه عمل میکند تا که به این داخل شود. و اما دوامش عجیب است. فامر بالجنه فحفت بالمکاره. اما جنت با شدائد، با دشواری ها، با مصیبت ها پوشیده است. معنیش چی هست؟ برای اینکه به تو جنت یا در جنت گشاده شود تو باید از مکاره عبور کنی. مکاره مصیبت های دنیا، شدت ها، شکیبا و صابر باشی در برابر عبادت به الله، امتحان های الله در برابر هر چیزی که به سرت می آید. یعنی جنت در آمدن همین گونه خوش و خرسندانه در دنیا زندگی میکنم، صاحب فرزندم، شوهر مهربانم، خانه خوشرو هم دارم، جای گرم هم دارم، یک رفتم به جنت. نه، جنت با مکاره پوشیده شده است. برای به داخل جنت شدن باید از یک چند مشقت ها گذر کنی. هر یک عبادت به خودش نگاه کرده مشقت دارد. هر یک گفته الله به خودش نگاه کرده مشقت دارد. یعنی به جنت به آسانی با تمام جنت دنیا داخل نمی شوی. حتما مشکل های، شدت های، مصیبت های هست که تو را به سوی جنت می برد.